من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا صحبه اجمعین. بعد از اینکه الله عزوجل تسلی دادند صحابه کرام را نسبت به آنچه که در جنگ احد و غزوه احد اتفاق افتاد، در این آیه زجر برای منافقین بیان میشه. شأن نزول آیه را اینطور نوشتند که در جنگ بدر چادری گرانبها و ارزشمند از چادرهای غنیمت مفقود شد، گم شد. منافقان با همدیگر صحبت کردند، گفتند لابد خود پیغمبر برداشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم را اعوذ بالله متهم کردند، در حالی که اون چادر بعداً پیدا شد. چادر را برده‌ای برداشته بود، غلامی برداشته بود. الله تعالی اینجا زجر بیان می فرماید، توبیخ. و ما کان لنبی ان یغل، نیست برای هیچ پیغمبری مناسب ان یغل. غلول میگویند خیانت کردن در مال غنیمت، در مال بیت المال، اموال عمومی که متعلق به همه مسلمانان است. برای هیچ پیغمبری سزاوار نیست، مناسب نیست که در مال غنیمت خیانت کند و در شأن و جایگاه پیغمبر نیست. و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، هر کسی که خیانت کند می آورد آنچه که خیانت کرده در روز قیامت در میدان محشر با خود می آورد. ثم توفى كل نفس ما کسبت، سپس
پاداش کامل داده می شود. هر نفسی آنچه که کسب کرده در قیامت، اگر کسبش خیر هست پس خیر، و اگر کسبش شر هست پس شر. و هم لا یظلمون، آنها یعنی نفوس بر آنها ظلم نمیشه، مورد ظلم واقع نمیشه. تسلی میده الله تعالی و همچنین بشارت. افمن اتبع رضوان الله، آیا اون پیغمبری، اون شخصیتی، اون هستی که همیشه و همواره دنبال رضای الله است، اتبع رضوان الله، پیرو رضای الهی است، دنبال رضای خداست، کمن باء بسخط من الله، مثل کسی هست که با سخط و خشم الهی مواجه میشه. و مأواه جهنم، مثل کسی هست که جایگاهش جهنم هست. و بئس المصیر، این مذمت و نکوهش جهنم هست که جهنم جای رجوع بسیار بدی هست. لذا پیغمبر را، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین اتهاماتی نزنید و پیغمبر را مقایسه نکنید با چنین انسانهای رذل. هم درجات عند الله، این انسانها درجات یعنی ذو درجات، صاحبان درجات هستند نزد خدا. هر کسی درجه ای دارد، هر کسی مرتبه ای دارد، هر کسی جایگاهی دارد. یکی جایگاهش جایگاه بی ارزشی هست، یکی دیگه جایگاهش جایگاه بسیار والایی هست. اما آیا اینها با هم برابر هستند؟ والله بصیر بما یعملون، الله تعالی بیناست به آنچه که عمل میکند. خداوند از اعمال همه با خبر است و اطلاع دارد. لذا شما چنین اتهامی وارد میکنید، باید فردا خودتون پاسخگو باشید. اما اکنون الله تعالی منت دیگر بر امت میگذارد، بر مسلمانان میگذارد که ببینید منت خدا را، لطف و احسان خدا را، چه پیغمبر خوبی با چه صفات جالبی برای شما فرستاده. الله می فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم، بدرستی بدون شک خداوند عزوجل منت گذاشته بر مؤمنان، احسان فرموده بر مؤمنان. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، زمانی که فرستاده در میان آنان رسولی که من انفسهم، از جنسشان هست، بشریت رسول، رسولی که بشر هست. فرائض رسول: اول یتلو علیهم آیاته، تلاوت می کند بر آنان آیات الهی را، آیات خدا را تلاوت می کند و آنها را با آیات خدا اصلاح می کند. و یزکیهم، تزکیه می کند. قبلا خدمت شما عرض کردم که تزکیه را الله تعالی در 3 جا بر تعلیم مقدم کرده و 1 جا تعلیم بر تزکیه مقدم هست. معناش اینه که گاهی تزکیه مقدم هست، گاهی تعلیم مقدم هست. اینها از نظر اهمیت در یک سطحی هستند، به همان مقداری که تعلیم لازم است، به همان مقدار و بیشتر از آن تربیت و تزکیه برای انسان لازم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش بزرگترین معلم تربیت بود، بزرگترین مزکی بود، بزرگترین مصلح بود که صحابه را تزکیه کرد و اصلاح کرد. و یعلمهم الکتاب، و الله تعالی تعلیم داد به آن، تعلیم داد رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنان کتاب را، کتاب خدا قرآن را، و الحکمه، حکمت را هم قبلا خواندیم، فهم کتاب یا اینکه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم.
لذا خداوند پیغمبری با این وظایف، با این مسئولیت ها فرستاد. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، به درستی که بودند، این مخففه من المثقله هست، به درستی که بودند قبل از این آنان در گمراهی آشکار، قبل از بعثت پیغمبر، قبل از این رسول الله صلی الله علیه و سلم که در میان قوم به عنوان دعوتگر بیاید، مردم گمراهی داشتن، گمراهی آشکار. اولا ما باز هم تسلی عرض کردم که جریان احد تا آیات طولانی ادامه دارد. خداوند عزوجل اینجا تسلی میده که شما اگر به مصیبتی گرفتار شدید، شما اگر افرادی را، عزیزانی را از دست دادید، خب جای نگرانی نیست، شما 2 برابر این ضربه به اونها در بدر وارد کردید. لذا این حرب هست، الحرب و سجال فرمود که جنگ مثل دلو چاه آب هست که گاهی یکی برمی دارد و گاهی یکی دیگر. اولما اصابتکم مصیبه، آیا زمانی که به شما رسید مصیبتی، قد اصبتم مثلیها، به درستی شما رسانیدید به آنها 2 برابرش، بنویسید در بدر. خب شما در بدر 2 برابر این به اونها ضربه زدید، شما فقط 70 تا کشته دادید، اونجا 70 تا کشتید، 70 تا اسیر کردید، در مقابل هر اسیری چقدر فدیه گرفتید. قلتم ان هذا، تعجبانه، شما با تعجب گفتید ان هذا، از کجا این شکست آمد؟ ضعف چی بود؟ مشکل چی بود؟ الله می فرماید قل هو من عند انفسکم، بگو این از جانب خود شما بود، خود شما به هر حال بر خود وارد کردید، با هم اختلاف کردید. ان الله علی کل شیء قدیر، به درستی که خداوند بر هر چیز قادر است. خداوند هم میتواند فتح و ظفر بیاورد، هم خدای تعالی میتواند شکست بیاورد. اما وقتی که انسان خودش اسبابی را فراهم بکند، اسباب شکست را فراهم بکند، خداوند شکست می آورد. اسباب فتح و ظفر را فراهم بکند، خداوند فتح و ظفر می آورد. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، این تسلی هست. باز هم الله می فرماید آنچه که به شما رسید در روز احد، یوم التقى الجمعان، در روزی که برخورد کردن، ملاقات کردن دو لشکر، 2 سپاه، فباذن الله، پس به اذن الهی بوده، با اجازه الله بوده. ولیعلم المؤمنین، حکمت اصابت، تا اینکه مؤمنان بدانند. یعنی مؤمنان بدانند یعنی چی؟ خداوند مؤمنان را معلوم کند، مشخص کند، ظاهر کند. قبلا خدمت شما چند بار عرض کردم که علم به معنی چی هست؟ ظهور است. تا اینکه هم مؤمن را ظاهر کند، هم منافق را ظاهر کند. ولیعلم الذین نافقوا، تا اینکه معلوم کند، ظاهر کند کسانی را که منافق شدند، منافقان را مشخص کند. الله تعالی خودش علم دارد، ولی مراد از علم ظهور است. وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، به منافقان گفته شد از طرف یکی از صحابه به نام عبدالله ابن عمرو ابن حرام، به منافقین گفته شد بیایید بجنگید، الان وقت قهر کردن و رفتن نیست. اونها چه جواب دادن؟ وقیل لهم، گفته شد برای آنان تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، بیایید بجنگید در راه خدا، او ادفعوا، یا اینکه از خود دفاع کنید، دفاع کنید از مدینه، دفاع کنید از مسلمانان. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم،
اگر ما جنگ میدانستیم ما پیروی میکردیم از شما، یا اینکه اگر این را جنگ میدانستیم پیروی میکردیم. دو تفسیر. یکی تفسیر، البته تفسیر زیاد راجح هم نیست، یکی اینکه ما جنگ بلد نیستیم. اگر جنگ کردن بلد بودیم می آمدیم با شما همراه می شدیم، می جنگیدیم. دوم اینکه لو نعلم قتالا، اگر ما این را جنگی می دانستیم، یعنی این جنگی نیست، این چیه؟ این خود را کشتن هست، این خود را به هلاکت انداختن هست. ما این را جنگی نمی دانیم، این خودکشی هست. چیه؟ خودکشی هست. پس ما در خودکشی شما را پیروی نمی کنیم. ببین تفسیر مدارک نوشته ای لو نعلم ما یصح ان یسمى قتالا، لو نعلم ما یصح ان یسمى قتالا، اگر ما می دانستیم اون چیزی که بشه اون را چی که ان یسمى قتالا، ما یصح ان یسمى قتالا، چیزی که بتون اون را قتال نامید، لاتبعناکم، پیروی می کردیم شما را. یعنی یعنون انما انتم فیه، اون چی که شما در اون هستید، لخطأ رأیکم لیس بشیء، رأی شما در خطا هست، شما در هیچ جایگاهی نیستید. ولا یقال لمثله قتال، امثال این را جنگ نمیگویند. آنچه که شما دارید امثال این را جنگ، انما هو القاء النفس في التهلكه، انما هو القاء النفس في التهلكه، این خودکشی هست، خود را به هلاکت انداختن است. مدارک لذا ما نمی آییم، این جنگی نیست. و شیخ رحمه الله معتقد است که اونها می گفتن اگر ما این را جهادی می دانستیم شرکت می کردیم، اما این جهاد نیست، این ظلم هست، ظلم و خونخواری هست، لذا ما نمی آییم. به این خاطر خداوند می فرماید هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، نسبت به کفر اونها نزدیکتر هستند، با ایمان فاصله دارند، با کفر نزدیکترند، با این کلمات کفریه. الله می فرماید آنها گفتند لو نعلم قتالا، اگر ما این را جنگی می دانستیم، لاتبعناکم، ما شما را پیروی می کردیم. هم للکفر یومئذ، آن منافقان برای کفر در آن روز، اقرب منهم للایمان، نزدیکتر هستند از آنان نسبت به ایمان. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، می گفتن با افواهشان، با زبانشان، با دهانشان آنچه که در دلشان نیست. عیب منافق همینه، دلش چیزی دیگه هست، زبانش چیزی دیگه هست. والله اعلم بما یکتمون، اما شما تشخیص نمیدهید، خدا بهتر میداند آنچه که اونها کتمان میکنند در دل دارند، خداوند از دلشان خبر دارد. بله. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، الله تعالی اینجا صفات بیشتری برای منافقین، چون که وليعلم الذين نافقوا، این الذين بدل از آن الذين نافقوا هست. این منافقین کیا هستند؟ کسانی هستند که گفتم برای برادرانشان، وقعدوا، خودشان در خانه نشستند، اما برای برادران نسبی منظور است، چون انصاری ها از خویشاوندانشان بودند. خود عبدالله ابن ابی از قبیله اوس بود. این قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بود که به هر حال سرداری و سیادتی بهش برسد، اما بعد از اینکه اسلام آمد اون برنامه به هم خورد، لذا این دشمن شد، خاطر همون حب جاه و سیادت و سرداری خودش. لذا همه انصار مدینه از خویشاوندان نزدیکشان بودند. الله می فرماید الذین قالوا لاخوانهم،
کسانی که گفتن برای برادرانشان و قعدوا خودشان نشستن گفتن لو اطاعونا ما قتلوا، اگر اونها از ما حرف شنوی داشتند، اگر از ما اطاعت می کردند ما قتلوا کشته نمی شدند. خداوند می فرماید قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اگر این چنین هست از خودتون مرگ را دفع کنید ان کنتم صادقین، از خودتون مرگ را دفع کنید. یعنی مرگ فقط در جهاد است، مرگ فقط در قتال است. پس خب شما از خود مرگ را دور کنید اگر راست میگویید. مرگ آمد سراغ منافقین، کسی تونست از مرگ نجات پیدا کند؟ همه مردند. اما بعضی تفاسیر نوشتند والله اعلم که وقتی که این را گفتند فادرؤوا عن انفسکم الموت، اونها می گفتند که اگر ما برادران ما نمی رفتند به حرف ما گوش می کردند در مدینه می ماندند هرگز نمی مردند. خداوند عزوجل تهدید کرد. خداوند گفت پس بگیرید مرگ را، مرگ داره میاد، شما جلوی مرگ را بگیرید. 70 نفر در همون روز مرد. 70 نفر از منافقان در روزی که این جمله را گفتند مردند. هیچ کسی نتونست جلوی مرگ را بگیرد. تفسیر نصفی و بعضی تفسیرات دیگه، تفسیر مدارک امام نصفی و بعضی تفسیرات دیگه این را نوشتند روی انه مات یوم قالوا هذه المقاله، روایت شده که مرد در روزی که این جمله را گفتند 70 منافقا، 70 منافق مرد. خدا فرمود فادرؤوا عن انفسکم الموت، شما از خود مرگ را دفع کنید، مرگ را دور کنید ان کنتم صادقین، اگر شما صادق هستید، اگر شما راست میگویید. ولی مرگ شما یک مرگ عادی هست. مرگ کسانی که در راه خدا میمیرند موت عادی نیست، بلکه یک موت ویژه هست. در عالم برزخ کسانی که شهید میشوند خداوند تعالی جایگاه خاصی به اونها داده. چه جایگاهی داده؟ اینجا الله عزوجل جایگاه شهید را تعریف می کند. بشارت هست اینجا، بنویسید بشارت و پاسخ منافقان، جواب منافقین. الله می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا، هرگز گمان نکن کسانی را که کشته شدند، مقام شهادت، کسانی که کشته شدند فی سبیل الله، در راه الله، هرگز گمان نکن امواتا، مردهای معمولی، اونها مثل بقیه مردها نیستن، مثل شما که میمیرید تو خانه هایتون نیستن. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه اینها زنده هستند نزد پروردگارشان، یرزقون، رزق داده میشوند، رزق روزی میخورند، در تنعمند، در خوشگذرانیند، در عیش و عشرتند. فرحین بما آتاهم الله، یرزقون بنویسی نعمت اول ذاتی، فرحین نعمت روحانی، خوشحال شاداب. یکی که خدا به کسی ثروتی داده، سرمایه، نعمتی، این یک نعمت است، اما گاهی در کنار اون سرمایه همیشه غم دارد، جوش میزند. ولی اگر در کنار او شاداب باشد، هیچ غمی داشته نباشد، این نعمت دوم میشه. الله می فرماید فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحال هستند به آنچه که الله داده آنها را، من فضله، از فضلش، یعنی درجات و قربی که خدا داده، خیلی خوشحالند. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، یستبشرون یعنی طلب بشارت میکنن، میگوین کاش
برادران ما خبر داشتند از این وضعیت ما. بالذین لم یلحقوا، به آنهایی که هنوز ملحق نشدند، بهم، به آنها، من خلفهم، از پشت سر. برای اونها پیغام بشارت و مژده دارند که چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنان نیست، هیچ غم و اندوهی نیست. اینجا که بیایند نسبت به دنیای دنی گذشته که مانده هیچ جوش نمیزنند. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، الله می فرماید خوشحال هستند به نعمتی از جانب الله، یا بشارت میدهند، مژده میدهند به نعمتی از الله و فضلی، اصل می فضل خداست. و این را بشارت میدهند که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خداوند ضایع نمیگرداند اجر مؤمنان را، اجر مؤمنان را خداوند ضایع نمیگرداند. خب عنایت بفرمایید که اینجا بود یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اینها مژده دارند برای کسانی که پشت سرشون هستند. منظور از مژده چیه؟ چه خوشخبری؟ اولا الذین من خلفهم، الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اینجا دو قول است. قول اول اینه که اینها برای کسانی که پشت سر شهدای سابقین شهید میشند و میآیند، برای اونها خوشحالند، میگویند که جای ما چنان جای راحتی است، هر کسی که مثل ما شهید بشه در راه خدا کشته بشه اونم راحته، اونم در همین ناز و نعمته، اونم در همین رزق و روزی هست. این قول اول است. هم الشهداء الذين يأتونهم بعد الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، کیه؟ هم الشهداء، شهدایی هستند که الذين یأتونهم من بعد اخوانهم، می آیند بعد از برادران مؤمنین خودشان، المؤمنین الذين ترکوهم، اونهایی که اونها را گذاشتند، یجاهدون فیستشهدون، اونهایی که میان بعدا می جنگند شهید میشن، اینها نسبت به اونها خوشحالند و پیام مژده و خوشخبری میفرستند که برادران شمایی که این مسیر ما را، مسیر جهاد را بگیرید، شمایی که بیایید کشته بشید، جایتون امنه، جایتون خوبه، بیایید. لذا خداوند اینجا زجر برای منافقان بیان میفرماید که اونها کشته شدند، اونها مرده معمولی نیستند، اینها حتی تمنا میکنند که پشت سری ها با مطلع بشند، خبر بشند که در این راه شهادت چه لطفی هست. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، فقط شهدا نیستند، همه مؤمنین هستند. همه مؤمنین که هنوز نیامدند اینها خوشحالند، چون انسان اینجا هرچی که ایمان دارد ایمان بالغیب هست. ما شنیدیم، باور داریم، ثواب را باور داریم، عقاب را باور داریم، بهشت را باور داریم، جهنم را باور داریم و باور داریم که دین ما، دین اسلام، دین حق است. خب اما یکی این که ایمان بالغیب، یکی این که با چشمان ببیند. پس معنای این آیه این هست که این شهدا وقتی که میروند اونجا ناز و نعمت میبینند، بهشت را میبینند، برای همکیشان خودشان، برای همدینان خودشان، برای بقیه مسلمانان خوشحال میشن که الحمدلله مسیر ما مسیر حقی هست، دین ما دین حق است. اونها که بعد از ما بیایند، با ایمان بیایند، اونها هم جایشان خوش است، جایشان خوب است. متوجه شدید؟ این قول دوم هست. الاشاره بالاستبشار، که این که اینجا اشاره کرده که اونها خوشحالند تو بشارت میدهند به چه کسانی؟ الذین لم یلحقوا بهم، اونهایی که به اونها نپیوستند هنوز، الی جمیع المؤمنین، تمام مؤمنین که لا و ان لم یقتلوا، گرچه کشته نشدند، و ان لم
یعنی تنها برای کسانی که کشته میشند و شهید میشند نه، برای همه مؤمنین خوشحالند. ولکنهم لما عاینوا ثواب الله، این شهدا وقتی که ثواب و پاداش خدایی را میبینند، وقع الیقین، یقین حاصل میشه اونجا دیگه با علم مشاهده، بان دین الاسلام هو الحق الذي یثیب الله علیه، دین اسلام دین حقی هست، دینی که خدا بر اون ثواب میده، دینی که بر اون خدا چی میده؟ ثواب میده. لذا اینها برای همه برادران ایمانی خوشحالند و برای اونها پیغام مژده میدهند که شما به هر حال ایمن باشید، نگران نباشید، اینجا که بیایید پاداش همه اعمالتون را، دین و ایمانتون را اینجا دریافت میکنید. خب این دو توجیه شد. اما اینجا بنده یک بحثی که قبلا هم خدمت شما وعده کردم، اون بحث را میخوام خدمت شما به صورت فشرده کوتاه مختصر و الا بحث بسیار طولانی هست عرض بکنم. اون در رابطه با حیات هست که اینجا ما خواندیم که کسانی را که در راه خدا کشته میشوند اونها را مرده نپندارید، بل احیاء، بلکه اینها چیند؟ زنده هستند. و نه تنها زنده، عند ربهم یرزقون، در محضر پروردگار پیشگاه رب العالمین به اینها رزق داده میشه. این در کجا هست؟ این حیاتی که اینجا آمده و این رزقی که اینجا ذکر شده در کجا هست؟ ببینید آیه دیگری هم شما در بقره خواندید که کسانی را که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اونها را مرده نگویید بلکه زنده هستند، شما درک نمی کنید زندگیشان را، چه زندگی دارند شما متوجه نیستید. اموات شما اگر متوجه شدید، بنده عرض کردم و ترجمه کردم امواتن، اینها را نگویید مرده های معمولی، چون که خیلی از مترجمین مثل شاه عبدالقادر و غیره اینگونه ترجمه کردند. اینها مرده های معمولی نیستند، اینها امتیازاتی دارند، ویژگی هایی دارند نسبت به بقیه مرده ها. ببینید هر کسی که در این دنیا میمیرد روحش قبض میشه، روح میرود در عالم برزخ، عالم ارواح، چه یک انسان معمولی باشد، چه صالحی باشد، چه شهیدی باشد، چه مافوق شهدا، بالاتر از شهدا. خب اما نکته این است که این روح از بدن خارج میشه، شک نیست، چون که بدن جسمی هست که بعد از اون بی روح اون را دفن می کنند، حیات ندارد. اما در رابطه با اجساد شهدا یک بحث مفصلی هست، هم علامه اشرف علی تانوی رحمه الله فرمودن این بحث را و هم علامه سید محمود آلوسی که آیا جسد شهدا مثل اجساد انبیا سالم میماند یا نمیماند، سالم میماند یا سالم نمیماند. خب جسد انبیا هیچ شکی نیست، در احادیث صریح داریم که اجساد انبیا سالم میماند، صحیح و سالم. ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیا، خداوند برای زمین حرام قرار داده که از جسد انبیا ذره کم میشه، صحیح سالم. اما در رابطه با اجساد شهدا علامه اشرف علی تانوی رحمه الله معتقد هستند که سالم میمانند و علامه آلوسی معتقد هست که خیلی از اجساد شهدا بعداً یک عارضه پیش آمده، بعداً سیلی آمده، جریان اتفاق افتاده، تو قبرها نگاه کردند اجساد شهدا سالم نبودند. اونجا علامه اشرف علی تانوی رحمه الله جواب داده که اونها لابد
شهدای واقعی نبودند، شرایط کامل به هر حال شهید بودن را نداشتند. این بحث مفصلی دلائل دو طرف را حضرت استاد جاجروی رحمه الله، مولانا عبدالغنی جاجروی بیان می‌فرمود و آخر خود ایشون یک داوری بین این دو تا بزرگوار محقق می‌فرمود با توجه به مطالعاتشون که به نظر من اون داوری بسیار منصفانه هست. ایشون می‌فرمود اونطوری که علامه آلوسی میگه هیچ شهیدی جسدش سالم نمیماند، این هم درست نیست. خیلی از شهدا دیده شدند بعد از سالهای سال که جسدشون سالم، هنوز خونشون جاری. و اونطوری که علامه اشرف علی تانوی میگه که حتما اونها شهید واقعی نبودند که جسدهاشون سالم نبودند، میفرما اون هم نیست. کسی که شهید باشد خدا بهتر میداند چه کسی شهیده. لذا حضرت استاد رحمه الله میفرمودند که از عبارتهای بزرگان و بعضی روایتها و مشاهداتی که بر اجساد شهدا انجام گرفته، این معلوم میشه که حتما اجساد شهدا مثل اجساد انبیا سالم بماند این لازم نیست، وعده الهی نیست. بعضی را الله تعالی کرامت میدهد، جسدهایشون را سالم میگذارد، بعضی ها جسدها سالم نمیمانند، الله تعالی کرامتهای دیگری در بهشت به اونها میدهد. لذا این لازم نیست. خب این نظر حضرت استاد رحمه الله هست که یعنی این که بگوییم حتما این شهید نبوده، بعد از مدتی دیدیم جسدش خورده شده، اینم درست نیست. خدا بهتر میدانه چه کسی شهیده چه کسی شهید نیست. پس چون که درباره انبیا نص صریح داریم، اونجا میگیم لازما انبیا علیهم السلام اجسادشون صحیح سالمند. اما شهدا با توجه به تجربه و مشاهده الله تعالی کرامتی به شهید هم عنایت میفرماید، اونها هم اجسادشون سالم خواهند ماند. اما این روح کجا میره؟ روح که در جسد نیست، جسد حرکت ندارد، جسد میبینیم که هیچ نوع حیاتی و آثار حیات از اون نیست. روح از کالبد عنصری یا جسد عنصری به همین اجساد خود میگیم که از عناصر اربعه چی شدند؟ تشکیل شدند که خاک غالب هست، آب و خاک و هوا و آتش، باد و آتش. تمام اجساد از این عناصر چارگانه چی شدن؟ تشکیل یافتند. اما در جنات آتش غالب هست، در انسان ها چی غالب است؟ خاک غالب هست. به هر حال روح از جسد عنصری، از این جسد دنیوی، کالبد دنیوی که خارج میشه و میرود. اما این کجا میرود؟ این اونطوری که در احادیث داریم، در آثار داریم، بعداً در یک کالبد و در یک جسد مثالی قرار میگیرد. چه روح شهید باشد، چه روح انسان مجرم باشد، میرود در یک جسد مثالی قرار میگیره. اون جسد بر اساس اعمال انسان، اگر اعمال انسان اعمال خوبی باشد، مثلا شهید، در یک کالبد بسیار خوشرنگی روح میره اونجا قرار میگیرد. و اگر اون انسان طالح و بدی باشد، روح میرود هم در عالم برزخ، هر دو میرن در عالم برزخ، عالمی که بین دنیا و آخرت است، نامش هست عالم برزخ. اون عالم برزخ مراتبی دارد، درجاتی دارد، اونطور که از قرآن و از حدیث معلوم میشه. روح اون انسان طالح و انسان بد هم میره در کالبد بسیار زشتی و بدشکلی قرار میگیرد. این را خدمت شما عرض کردم، اثر حضرت عبدالله ابن مسعود را برای شما خواندم که جسد روح فرعون و آل فرعون در کالبد پرندگان سیاه رنگ بدشکلی قرار گرفته
و در عالم برزخ صبح و شام بر نار عرضه می شوند. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. بر این آیه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نوشته که روح در کالبد پرندگان سیاه رنگ بدشکل، و بعدا خود عبدالله بن مسعود گفته این پرنده که این چنین سیاه رنگ و بدشکل است به دلیل اعمال بد، یعنی هر چی که عمل انسان باشد اون جسد مثالی، اون کالبد مثالی همون خواهد بود. اگر انسان نیک عمل و نیک خصلتی باشد یک جسد مثالی بسیار زیبا و خوش رنگی. اما در رابطه با روح شهدا هم در حدیث صحیح داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، علامه سیوطی، امام جلال الدین سیوطی بر این آیه همین حدیث را هم ذکر کرده که چگونه این روح می رود و در بارگاه الهی مشغول به رزق و روزی میشه. فرمودند که روح در کالبد پرنده سبزرنگ خوشرنگ زیبا شکلی قرار میگیرد و در قندیل هایی که تحت عرش الرحمن هستند اونجا جای میگیرند و روزها در باغهای بهشت میچرند، از میوه های بهشت میخورند، از نعمت های بهشت استفاده میکنند برای استراحت و برای راحت. در اون قندیل ها که الله بداند اونها کیفیتشون چی است می آیند قرار میگیرند. پس اینها مثل بقیه مردگان معمولی نیستند، یک حیاتی دارن به نام حیات برزخی. اون کیفیت حیات برزخی را الله میداند، همین اندازه در قرآن گفته شده. اما این جسد عنصری اونجا نقشی ندارد، گرچه این جسد عنصری از نظر لذت و عذاب خدای نکرده. اگر کسی بد باشد عذاب میدندش، اگر کسی نیک باشد چی میدن؟ لذات میچشد. این جسد عنصری هم بی دخیل نیست، ولو اینکه این جسد عنصری تبدیل به خاک و خاکستر باشد. الله عزوجل، چون ما معتقدیم به عذاب قبر و معتقدیم عذاب قبر فقط برای روح نیست، عذاب قبر برای روح و جسد است. عذاب قبر برای روح و جسد است، گرچه بعضی میگه عذاب قبر فقط مال ارواح است، اما ما معتقدیم که عذاب قبر برای روح و جسد است. لذا این جسد انسان که تبدیل به خاک بشه، تبدیل به خاکستر بشه، هندو بگیرد بسوزاند، پودرش بکند و تذروه الریاح به بادها تحویل بدهد، ذرات را الله تعالی میداند. لذا اگر تبدیل به ذره بشه، بنا هست که خداوند لذتی بچشاند، شهیدی بوده، خداوند عزوجل به همون ذرات بدن یا اینکه بدن سالم الله تعالی هم اون لذات را میرساند. و اگر الله تعالی بخواهد که عذاب بده، انسان بدی بوده، الله عزوجل به همون ذرات هم عذاب را میرساند. به هر حال کیفیت عالم برزخ، با توجه به اینکه ما ایمان باید به عالم برزخ داشته باشیم، عالم برزخ از عالم الغیب هست، حاضر نیست که ما بدونیم. کیفیت عالم برزخ را الله عزوجل بهتر میداند. ما زیاد بیشتر از آنچه که در احادیث آمده نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. بله، ببینید اینجا علامه آلوسی در همین آیه نوشته که بل احیاء عند ربهم یرزقون، یا بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرموده لا تشعرون یعنی لا تحسون ولا تدرکون. شما لا تحسون ولا تدرکون، شما احساس نمی کنید، درک نمی کنید. ما حالهم بالمشاعر، حالشون چیه؟ با این مشاعر یعنی با چشم، با گوش، با حواس شما درک نمی کنید. لانها من احوال البرزخ التي لا يطلع عليها ولا على طریق لا يطلع عليها احد. چون که این از احوال برزخ است که هیچ کسی اطلاعی ندارد. ولا طریق للعلم بها الا بالوحی،
و اگر ما بخواهیم علم حاصل بکنیم ما با قیاس خودمون نمیتونیم حاصل بکنیم. ها جایی که وحی باشد ما به وحی میگیریم. پس ببینید عزیزان، حقیقت در رابطه با حیات شهدا قرآن کریم اشاره دارد، تفصیلی در قرآن کریم وجود ندارد. همین دوتا هست، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربهم یرزقون. اما اینکه اونها پیش رب مهربان هستند و در عالم برزخ زندند، ببینید مفسرین ما چه برداشتی دارند. علامه خازن میفرماید انهم احیاء عند الله تعالی فی عالم الغیب. ببینید حیات را حیات دنیا نگویید، چون بعضی میگویند که شهدا همین اطراف ما دور میزنند، میبینند، زن و بچهشون را هم مشاهده میکنند. ببین اگر واقعا در نصی باشد ما باید تسلیم بشیم. اما میفرماید انهم احیاء عند الله فی عالم الغیب، اینها زنده هستند نزد الله در عالم غیب، نه در عالم دنیا. لانهم صاروا الى الاخره، چون که اینها رفتن به آخرت. اگر در دنیا زنده باشند چرا همسرانشون میتونن ازدواج بکنند؟ ببین از این دنیا رفتند، اینها رفتن کجا؟ به عالم غیب. لانهم صاروا الى الاخره. همچنین قرآن مجید صراحتا میفرماید که بل احیاء عند ربهم یرزقون. ما به تشریح این یرزقون هم اگر از عقل و قیاس خودمون بگیم این تفسیر بالرأی میشه. میپردازیم اینجا به چند تا روایت خدمت شما که این عند ربهم یرزقون برای شما روشن بشه. اولا حضرت مسروق رحمه الله که شاگرد عبدالله بن مسعود است، در این رابطه با درباره آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مسروق از عبدالله بن مسعود پرسید. عبدالله بن مسعود میفرماید که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ارتباط سوال کردیم، آن حضرت پاسخ دادند. ببینید پاسخ رسول الله را که حدیثی هست، هم در صحیح مسلم است، هم در ترمذی هست، هم در ابن ماجه هست، اگر میتوانید بنویسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ارواح این شهدا در کالبد پرندگان سبز رنگی هست، لها قنادیل معلقه بالعرش، برای اونها قنادیلی هست. قندیل عرض کنم که یا لانه بگیم تعبیر بکنیم یا جای استراحت که معلقه بالعرش هست. تسرح من الجنة حیث شاءت، اینها سیر میکنند در بهشت هر جا که بخواهند. ثم تأوی الى تلك القنادیل، سپس بر میگردند به همون قنادیل. الحدیث صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجه. همچنین حضرت کعب رحمه الله رضی الله تعالی عنه، کعب ابن مالک که یکی از صحابه هست، در سوره توبه میخوانیم دربارهشون و علی الثلاثه الذین خلفوا، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان ارواح الشهداء فی طیر خضر. رسول الله فرمود ارواح شهدا در کالبد پرنده سبزرنگی که تعلق من ثمر الجنه او من شجر الجنه، آویزان هست. معمولا لانه های پرنده ها کجاست؟ روی درختان هستن، نه آویزان هست به میوه جنت فرمود یا من شجر الجنه فرمود. این روایت هم در ترمذی هست، در ابن ماجه هست، در نسائی هست، در موطا امام مالک هست، در مسند امام احمد ابن حنبل هست. و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم روایت میکند. حدیث سوم ایشون روایت میکند بعد از اینکه بعد از همین جریان که در این آیه هست شهدای احد شهید شدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم چه فرمود؟ ابن عباس میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
لما اصیب اخوانکم باحد، وقتی برادران شما در احد شهید شدند، جعل الله ارواحهم فی اجواف الطیر، خداوند ارواحشان را در کالبد پرندگان سبزرنگی قرار داد. ترد انهار الجنه، در انهار جنت وارد می شوند. و تأکل من ثمارها، از میوهایشان می خورند. و تأوی الى قنادیل من ذهب، و برمی گردند پناه می آورند به قنادیل از طلا. فی ظل العرش، در سایه عرش الرحمن. حدیث مستدرک حاکم. همین حدیث از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هم روایت شده. ببینید شاید در این احادیث شما تفاوت‌های دیدید. در بعضی از احادیث بود که معلق هستن به اشجار جنت، در بعضی ها قنادیل. اما قدر مشترکی که از همه این احادیث میگیریم اینه که زندگی شهدا زندگی برزخی هست و رزقی که میخورند در آن رزق از نعیم بهشت استفاده میکنند و میخورند. و این از حدیث بود. این حدیث را وقتی که علماء ما، مفسران ما، سلف صالح ما خواندند، تحت این آیات و امثال این آیات چه تفسیری نوشتند. الان یکی دو تا عبارت از مفسرین میخوانم که مفسرین چه تفسیر کردند. لذا مفسران بزرگوار به تبع این احادیث در تفسیر این آیات نوشتند. یک قرطبی: وقال آخرون ارواحهم فی اجواف طیر خضر، دیگران گفتند ارواحهم فی اجواف طیر خضر و انهم یرزقون فی الجنه یأکلون و یتنعمون، هم میخورند و هم اونجا عیش میکنند. هذا هو الصحیح من الاقوال، صحیح ترین قول همین است. لأن ما صح به النقل فهو الواقع. قرطبی میگه آنچه که نقل میگوید اون درسته، اون چه که حدیث میگوید اون درسته. علامه ابو السعود حنفی در تفسیر ابو السعود میفرماید الاصح فی حیات الشهداء ما روی عن النبي صلی الله علیه و سلم من ان ارواحهم فی جوف طیر خضر. صحیح ترین قول این هست که ارواح شهدا در کالبد پرندگان سبزرنگی هستند و انهم یأکلون و یتنعمون، اونها میخورند و نعمت حاصل میکنند. پس ببینید این یکی دو تا نمونه بود. همه مفسران ما معتقدند که این حیات دنیوی نیست، حیاتی که در دنیا اونها بیان تصرفاتی بکنند، حیاتی که در دنیا اونها تدبیری بکنند، در دنیا اونها سیر و سیاحتی داشته باشند، گشت و گذاری داشته باشند. نه، اونها یک تمنایی دارند، از حدیث معلوم میشه که اون تمنایشان برآورده نمیشه. خدا میفرماید چه تمنایی دارید؟ میگن خدایا دوباره زنده بشیم، دوباره کشته بشیم، باز زنده بشیم، دوباره کشته بشیم. بغیر از این هیچ تمنایی ندارند که این عملی نیست. خدای عزوجل این تمنا را، پس زنده شدن و آمدن در دنیا را خداوند از اونها نمیپذیرد. این نظر که عرض کردم و هم در این احادیث شما خواندید، این نظر هم مفسران نوشتن نظر چه کسانی هست. این نظر ابن مسعود، ابن عباس، کعب احبار، عکرمه، سدی، ابو العالیه و قتاده و غیرهم هست. چنانچه در تفسیر در منصور و تفسیر ابن جریر اقوال همه این مفسرین کبار را به نقل از نامشون، با ذکر نامشون آوردن و به نقل از اونها نوشتن. و در آخر کلام شاه عبدالعزیز رحمه الله که در تفسیر عزیزی نوشتن، ایشون نوشتند که حیات شهدا به معنای تعلق ارواح به ابدان است. بعضی اینطور میگن نه، که همین روح با بدن عنصری چی دارد؟ تعلق دارد، برای استیفاء لذاتی که موقوف بر آلات بدنی هست، نه تعلق ارواح به ابدان سابقه. میفرماید که به ابدان سابقه یعنی جسدهای عنصری
این جسدهایی که در دنیا شهید با او زنده بوده به اون معنا نیست، با یک ابدان دیگه هست. و نه بقای روح به ادراک و شعور، نه اینکه روح درک میکند و شعور دارد که ما چی میگوییم، ما چی میکنیم، ما میریم اونجا چه وضعیتی داریم، زن و بچهشون در چه حالی هست. نه، از این مسائل خبری نیست، بلکه میفرماید که تعلق دارد با ابدانی که اون ابدان در بهشت رزق حاصل میکنن، روزی میخورن عند ربهم لا فی الدنیا، نه در دنیا. خلاصه این مختصری بود در رابطه با حیات شهدا و زندگی شهدا. الان یکی از عزیزان سوال کرد که خب همه مرده ها حیات برزخی دارن. ما معتقدیم همه اموات، حتی انبیاء علیهم السلام هم حیات دارند، حیات برزخی دارند. همه نوشتند، علامه شبیر احمد عثمانی، سید ابوالحسن ندوی، مفسران دور و نزدیک همه نوشتند که حیات برزخی دارند. خب پس فرقش چیه؟ فرق شهید با بقیه مردگان. فرق شهید گفتیم که در عالم برزخ انسان نمیتونه اظهار نظر بکنه، چون از عالم الغیب است. هر چی که حدیث آمده تا همون اندازه اظهار نظر میکنیم، بیشتر ما میگیم که موکول است به الله. ولی همین معلوم میشه که تفاوت‌هایی هست. چرا شهید را به صورت خاص یاد کرده؟ معلوم میشه که مرده های دیگه مثل شهید نیستن. پس یک مقدار درجات حیات شهید، امتیاز حیات شهید بالاتر است از بقیه، و بعض از حیات شهدا، حیات انبیا بالاتر و مافوق هست، اما کیفیتشون، حقیقتشون الله بهتر میداند. بنابراین این بحث حیات شهدا هست برای حیات انبیا. اما در رابطه با اینکه حیات انبیا برزخی هست، اکثر علما بر این اتفاق نظر دارند، چون که ببینید حیات انبیا روح از کالبد جدا شده. الله تعالی می فرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، برای یعقوب موت را میگه. حتی اذا هلك، درباره یوسف هست، مرد مؤمن گفت حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. یوسف هم مرد، موت آمد. این موت یعنی چه؟ یعنی جدا شدن روح از جسد. شما ترجمه و تشریح موت را ببینید در کتاب ها. و سلیمان علیه السلام فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض. رسول الله صلی الله علیه وسلم انک میت و انهم میتون. همین امروز خواندید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. خب موت به معنی چی هست؟ پرواز کردن روح. حضرت ابوبکر صدیق فرمود من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اما معنای موت چیه؟ هم خروج روح از بدن عنصری. امام راغب میگه کل نفس ذائقة الموت فعبارت الموت عبارت عن زوال القوة الحيوانية و ابانت الروح عن الجسد. روح از جسد خارج میشه. اما در عالم برزخ یک حیات ویژه‌ای دارن انبیاء علیهم السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم که حتی صلوات ما، درود ما به ایشون میرسد. آنچه که ما بر روح پرفتوحشان صلوات میفرستیم، بالخصوص در شب جمعه و روز جمعه، یک ارتباط مستقیم امت پیدا میکنند. اما این به معنای حیات در دنیا نیست و زندگی در دنیا نیست. لذا آخر فقط من عبارت علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله که در فتح الملهم نوشته، اون را خدمت شما میخوانم که میفرماید لکن تمام، ایشان یک بحث مفصلی میکنن، میگه لکن تمام هذا التوجیه ان یقال ان المنظور الیه هی ارواحهم. آنچه که به هر حال مد نظر است ارواح انبیا هست.
فلعلها مثلت له فی الدنیا کما مثلت لیلة الاسرا. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم انبیاء را دیدن، میگه من حضرت یونس را دیدم که داره به طرف بیت الله تلبیه میگوید، حضرت موسی را دیدم. میفرماید شاید خداوند چنانچه در شب اسرا، در شب معراج انبیاء را در کالبدهای مثالی به پیغمبر ما نشان داد، همچنین برای رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان شده، یعنی جسد مثالی مثلت له صلی الله علیه وسلم فی الدنیا کما مثلت لیلة الاسرا. معنی میگه اگر کسی پیغمبر را ببیند، اگر کسی خود رسول الله موسی را دیده، خود رسول الله یونس را دیده، انبیاء را دیده، معنیش این نیست که اجسادشون از زیر خاک رفتن اونجا، بلکه این دیدن با یک جسد چی هست؟ مثالی هست، عنصری هست. اما اجسادهم فهی فی القبور. علامه شبیر احمد عثمانی میفرماید اجسادشان در قبور هست. قال ابن المنیر و غیره یجعل الله لروحه فیرا فی الیقظة کما یرا فی النوم. خداوند عزوجل برای روح یک کیفیتی می آورد که در بیداری می بیند همانطوری که در خواب می بیند. منظور چیه؟ منظور اینه که هر حالتی باشد، چه صلواتشون برسد، چه صدای ما را بشنود، اون حالت همون حالت روح است. نه اینکه بگیم حیاتی دارد. حیات چی؟ حیات دنیوی. حیات اخروی هست. اما اینکه شما صلوات بفرستی، صلوات شما میرسد، شما برید اونجا بگید السلام علیک یا رسول الله، سلام شما چه به اونها میرسد چه میشنود. اونجا حدیثی هست که در رابطه با اون حدیث بعضی ها صحیح گفتم، بعضی ها قیل و قال، من روی اون حدیث بحث نمی کنم. من صلی عند قبری سمعته، هر کسی که نزد قبر من به من سلام بگوید من میشنوم، و هر کسی که از دور به من بگوید ابلغته، به من رسانیده میشه. خب این حدیث را هم بعضیا جرح کردن، ولی خب ما روی اون حدیث بحث نمی کن. روی این که صلات و سلام ما به ایشون میرسد هیچ شکی نیست. اما ایشون به این معنی نیست که حیات دنیوی دارد. این حیات دنیوی را ما میگیم که وجود نه. حیات برزخی اما یک کیفیتی دارد که اون کیفیت بسیار کیفیت قوی هست، والا هست، از حیات شهدا هم بالاتر هست. و همین اندازه اکتفا میکنیم، بسنده میکنیم، دوست نداریم زیاد تو اختلافات بریم، چون جلسه علمی هست، در حد علمی بحث میکنیم. و به شما هم توصیه میکنیم که در این بحث ها زیاد خودتون را درگیر نکنید. این اختلافات از صدر اسلام بوده. همچه شنیدن مردها صحابه با هم اختلاف کردند و چه در رابطه با حیات انبیا. خب حیات انبیا البته اون چنین اختلافی نیست، حیات برزخی هست و اینکه درود میرسد همه متفق علیه هستند. اما یک چیزی که ما زیاد تأکید داریم اینه که کسانی که اگر قائل به حیات هستند یا سماع هستند از اینجا سوء استفاده نشه، گفته بشه که ما میریم اونجا فریاد میزنیم تا شفاعت ما بکنن، راه شرک یک وقتی باز نشه. روی این ما سخت هستیم. بقیه اگر کسی با توجه به دلایل در قرآن و حدیث هست برای طرفین هست. اما کسی از روی سماع یا حیات بیاید و استدلال بگیرد که خب همونطور که من پیش یک عالم، پیش شیخ الاسلام میرم میگم که شما برای من دعا بکن فلان مشکلم برآورده بشه، خب ایشون دعا میکند، درسته. پیش فلان عالم که فوت کرده اونجا هم بر بالینش بر سر قبرش برم، وقتی معتقدم که ایشون میشنود بگم که شما دعا بکنید که فلان مشکلم برآورده بشه. استمداد از قبور، راه استمداد از قبور به این صورت باز میشه. این را هیچ کس از علما، حتی علمایی که قائل به شنیدن هستند، معتقد نیستند که کسی بره از قبور استمداد بکند. این را به هر حال بر این سخت باشید، چون راه شرک و راه خرافات از این طریق چی میشه؟ باز میشه. الله عزوجل اون چی که حق است و اون چیزی که واقعیت هست و عقیده صحیح هست به همه من و شما عنایت بفرماید. لذا الله عزوجل می فرماید که
اینها نزد پروردگارشان رزق روزی میخورند و نسبت به کسانی که پشت سر هستند همچی خوشحال هستند که اونها هم بیایند. انشاءالله جای اونها هم جای خوبی هست، در بهشت خدا قرار دارند، در نعمتهای خدا قرار دارند. اون پشت سری ها چه شهدا باشند، هم ردیفان اونها، یا چه عامه مؤمنین باشند. دو تا تفسیر خدمت شما عرض کردم. اکنون الله عزوجل بعد از جریان احد یک سری جریانات دیگری اتفاق افتاد. الله تعالی اشاره به اونها می کند. الله می فرماید الذين استجابوا لله والرسول. این مبتدا هست. کسانی که اجابت کردند به دعوت الله و به دعوت رسول الله من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه این ضربه وارد شده بود، این مصیبت بزرگ وارد شده بود، بهترین عزیزان را از دست دادن. للذین احسنوا منهم واتقوا. این للذین احسنوا باز خبر مقدم است. خبر مبتدا میشه خبر برای اون الذین اول. للذین احسنوا منهم، برای کسانی که احسنوا یعنی اخلصوا بنویسید. للذین احسنوا منهم، کسانی که مخلصین هستند از اینها. واتقوا، کسانی که متقین هستند برای آنها چی هست؟ اجر عظیم، اجر بزرگ، پاداش بزرگ. ببین للذین احسنوا منهم خبر مقدم با مبتدا مؤخر اجر عظیم، خبر مبتدا خبر میشه برای الذین استجابوا. خدا می فرماید این پروانه های شمع نبوت و این عاشقان راه خدا برایشان اجر و پاداش بسیار بزرگی هست. چرا؟ اینها دعوت خدا و رسول الله را لبیک گفتند. کی؟ بعد از اینکه چی شد؟ بعد از اینکه اون ضربه را خوردن. علما می فرمایند مفسران که این آیه اشاره هست به غزوه حمراء الاسد. به غزوه چی؟ حمراء الاسد. غزوه حمراء الاسد غزوه بود که بعد از اینکه ابو سفیان و لشکریانش تعدادی را شهید کردند و بعداً گریختند و رفتند، خب صحابه برگشتند، شهدای خودشون را جمع کردند، شهدا را داشتند دفن می کردند. اونجا شیطان و شیاطین به ابو سفیان مشوره دادند که عجب اشتباهی کردیم، کار را یکسر نکردیم. اینها دیگه کشته شدند، شکست خوردند، متفرق شدند، همونطور ادامه میدادیم، همه را میگرفتیم، اسیر میکردیم، میکشتیم، کار اسلام را یکسر میکردیم. لذا گفتم برگردیم، اشکالی نیست. اونجا توقف کردم، میخواستم برگردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطلع شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه ندا دادند که می رویم دشمن را تعقیب می کنیم، دشمن می خواد بیاد. وقتی که صحابه این را شنیدند، همه صحابه بعد از اینکه اونها از حیات رسول الله خبردار شدند دیگه همه قوی شدند، تقویه شدند. صحابه عاشقانه آمدند. حتی در روایت ها می آید که بسیاری از صحابه جنازه های خودشون را گذاشتند. کسی بود داشت پسر عمویش را با جمعی پسر عمویش را از مجاهدان حمل می کرد، می بردن که دفن بکنند. فریاد رسید، صدا رسید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دشمن را باید تعقیب بکنیم که دشمن میخواد برگرده. اون جنازه پسر عمویش را به بقیه همسایگان داد، گفت که شما این را دفن بکنیم، من باید برم. لذا جنازه را دفن نکرد، فوراً خودش را رساند به رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با جمعی که در بعضی روایت ها 70 نفر گفته شده رفتن به طرف دشمنان. اونها شنیدن که اینها نمی ترسن، اینا دارن میان، اونها از اونجا پا به فرار گذاشتند و رفتند. این یک امتحانی بود الله عزوجل برای اینهایی که بعد از این ضربه، بعد از این مشکل دعوت الله را و دعوت رسول الله را چی کردن؟ لبیک گفتن. لذا الله می فرماید کسانی که اجابت کردن دعوت خدا و دعوت رسول را
بعد از این ضربه، بعد از این شکست، بعد از این زخم بزرگ، برای اینها چی هست؟ اینها مخلصینند، اینها متقیانند، لهم اجر عظیم، برای اینها پاداش و اجر بسیار بزرگی هست. خب الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، این اشاره به یک غزوه دیگری هست. بعضی مفسرین اینها را خلط میکنند، غاطی میکنند. خوب متوجه بشید. الله تعالی صحابه را تعریف میکند، اما دو مورد از اونها ذکر میکند، یکی اینجا، یکی یک سال بعد از اینکه اونها تعدادی از صحابه را شهید کردند، مقدار مغرور شدند، چیکار کردند؟ ابو سفیان پیغام داد که ما سال دیگر در محل بدر دوباره میایم، انتقام عزیزانمون را در همون میدان باید از شما بگیریم. سال بعد در بدر اونها آمادگی کردند و میخواستند که بیایند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مطلع شد، صحابه را جمع کردند، گفتم بریم. ابو سفیان از طرفی می ترسید، از بدر تجربه تلخی داشت، لذا تبلیغات به راه انداخت. یکی از مکرهای دشمن و نیرنگهای دشمن همیشه تبلیغات است. امروز هم دشمن میگه که هیچ کس با این ابرقدرت ها نمیتونه بجنگه. اینها چنان اسلحه هایی دارند که انسان را در هر سوراخی باشه ردیابی میکند. لذا اونجا هم تبلیغات در انداختن. ببینید در مقابل تبلیغات کسی که ایمان به خدا دارد باید دیدگاهش چی باشد؟ نعیم ابن مسعود الاشجعی کسی بود از مشرکان، بعدا مسلمان شد، انشاءالله میخوانیم در سوره احزاب که یکی از علتهای شکست احزاب همین نعیم شد که آمد مخفیانه ایمان آورد و رفت میان اونها به هر حال تفرقه انداخت. لذا این نعیم از طرف ابو سفیان مأموریت داشت، گفت برو بگو که لشکر بسیار جراری، گروه بسیار بزرگی با تجهیزات بسیار خطرناکی داره میاد. اونها آمدن به صحابه گفتند، نعیم آمد، اطرافیانش آمد، کسانی دیگری که چون روایت های دیگری هم داریم هر کس می آمد همین را می رسند. صحابه در عوضی می گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. پس الله عزوجل از این صحابه یاد میکنه. بعدا وقت موعد که فرا رسید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفتن در بدر، اون را میگن بدر صغرا، غزوه بدر صغرا. پس الذين قال لهم الناس این را بنویسید غزوه بدر صغرا، اون الذين استجابوا غزوه حمراء الاسد. خب اونجا رفتند، ابو سفیان ترسید نیامد. اونجا مدت اینها منتظر بودند، اونها نیامدند. آخر با کاروانهای دیگری مواجه شدند، تجارت کردند، از اون طرف با یک سود بسیار زیادی برگشتند. الله تعالی به این هر دو واقعه اشاره می کنند. الله می فرماید الذين قال لهم الناس، کسانی که گفتم برای آنان الناس مردم، مراد از این مردم الف لام عهدی هست، نعیم هست یا کسانی که آمدن از طرف ابو سفیان پیغام آوردن. چی گفتن؟ ان الناس قد جمعوا، مراد از ناس دوم ابو سفیان و اصحابه. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، به درستی که مردم جمع کردن برای شما لشکر زیاد، فاخشوهم، بترسید از آنان، فزادهم ایمانا. الله می فرماید که ایمانشون چی شد؟ اضافه شد. یعنی فزادهم ایمانا بنویسی حالت قلبی، و قالوا حسبنا الله بنویسی حالت لسانی. نه این که ترسیدند بلکه در دل تقویت شدند.
وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. آنان گفتن حسبنا الله، الله ما را کفایت میکند، بهترین کارساز هست، بهترین وکیل هست. الله میفرماید وقتی که خودشون را به خدا بستند و خدایشان را کافی دانستند، با نفعی، با تجارتی سودمند برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله، برگشتن با نعمتی از جانب الله و فضل، با فضلی. نعمت نفع تجارت، فضل ثواب. تجارتی با تجارتی سودمند و فضل ثواب. ثوابی برگشتن. لم یمسسهم سوء، کوچکترین سوئی، کوچکترین ناگواری به اونها نرسید. واتبعوا رضوان الله، اینها چیکار کردن؟ پیرو رضای الهی شدن، رضای خدا را دنبال کردن. والله ذو فضل عظیم، خداوند دارای فضل عظیم هست. الله می فرماید انما ذالکم الشیطان، جز این نیست که این شیطان هست که یخوف اولیاء، دوستان خودش را میترساند، از دوستان خودش میترساند. اما شما مؤمنین فلا تخافوهم، نترسید از آنها، و خافون، فقط از من خدا بترسید، این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. اکنون خداوند عزوجل بازم تسلی بیان میفرماید و تخویف اخروی برای کفار. شما یه وقتی از این کفار، از دبدبه اینها، از شأن و شوکت اینها نهراسید، اینها چیزی نیستند. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، شما را غمگین نکند، ناراحت نکند کسانی که در کفر داخل میشوند، با سرعت در کفر میروند، یعنی راه کفر خودشون را با سرعت تمام ادامه میدهند و مسیر کفر را برای پیشرفت مسیر کفر و شرک اونها از هیچ کوشش دریغ نمی کنند. انهم لن یضر الله شیئا، امروز اگر ما مسلمان واقعی باشیم هم کفر هر چی بکند برای مسیر کفر، هر چی که هزینه بکند، هر چی که مخارج بکند، چه به وسیله ماهواره ها، چه به وسیله هجوم بر مسلمانان، انهم لن یضر الله شیئا، لن یضر الله ای لن یضر دین الله، دین خدا را نمیتونه ضربه بزنه به شرطی که دینداران بر دین استقامت بکنند، بر مفاد دین عمل بکنند. الله می فرماید یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، الله می خواهد که الله یجعل لهم، نگذارد برای آنها سهمی در آخرت. اینا سهمشون در دنیا هر چی شوکت دارند، هر چی ارز کنم مال و ثروت دارند داشته باشند، اما در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند به جای خود. ولهم عذاب عظیم، ترقی، ثمره اخروی برای آنها عذاب عظیم هست در آخرت. این خصوصی بود، خاص بود، اکنون عام، تعمیم بعد از تخصیص. نه تنها خصوصیت اینها نیست این مشرکین مکه، بلکه هر کسی که کافر باشد، هر کسی در هر زمانی باشد. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، کسانی که کفر را ترجیح دادن به ایمان، خریدن کفر را در مقابل ایمان، یعنی کفر را انتخاب کردند و ایمان را رد کردند. لن یضر الله شیئا، هرگز اینها ضرر نمیرسانند به الله، یعنی به دین خدا، این ثمره دنیوی. ولهم عذاب علیم، برای آنها عذابی دردناک است. امروز هم میبینیم که در دنیا اهل شرک، اهل بدعت، اهل کفر چقدر هزینه میکنند، چقدر سرمایه گذاری میکنند در تمام بلاد اسلامی بر علیه مسلمانان، بر علیه اهل حق، بر علیه اهل دین. اینها آخر موفق میشند؟ اینها به نتیجه میرسند؟ الله میفرماید نه، لن یضر الله شیئا، اینها ذره دین خدا را ضرر نمیتونن برسانند. شاید افرادی را شهید بکنند،
شاید اهل حق را جانشون را بگیرند، شاید بمباران بکنند، شاید به هر حال اسلحه‌های پیشرفتهشون باعث کشتار انسانهای مظلوم و بی‌دفاع بشه، اما لن یضر الله شیئا. دین خدا را اینها ضربه‌ای نمیزنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. این کفار، این مشرکین مالهایشون را خرج میکنند تا در راه خدا را مسدود بکنند، راه اسلام را جلوش را بگیرند، جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند. فسینفقونها، خرج میکنند دلارها را، پولها را. ثم تكون عليهم حسره، بعدا همون پول حسرتی میشه. ثم یغلبون، بعدا شکست میخورند. نهایتا و نتیجتا شکست مال اینها است و پیروزی مالکیه مسلمانان اهل حق. الله می فرماید ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، به درستی کسانی که کفر را خریدند در مقابل ایمان، ترجیح دادن کفر را در مقابل ایمان، لن یضر الله شیئا، هرگز به خدا ضرر نمیرسانند. ولهم عذاب علیم، برای آنها عذاب دردناک هست. عذاب دردناک کجا؟ در آخرت. چرا در دنیا خدا اینها را مؤاخذه نمیکنه؟ الله می فرماید ولا یحسبن الذین کفروا، گمان نکنند کسانی که کفر کردند، انما نملی لهم خیر لانفسهم، این که ما مهلت میدهیم به اونها، این مهلت ما خیر لانفسهم. انما نملی لهم به تعویل مفرد مبتدا است، یعنی املاؤنا، امهالنا، مهلت دادن ما، فکر نکنند که خیر لهم، خیر لانفسهم، به نفعشون هست. نه خیر، هرچی خدا مهلت میده اینها به ضررشون هست، چون که طغیان اینها بیشتر میشه، سرکشی اینها بیشتر میشه، هزاران مظلوم خونشون به گردن اینها میشه. اینها فکر میکنند که به پیش میرند، جنایاتشون بیشتر میشه، پروندهشون سنگین تر میشه. گاهی یک مجرمی را افراد دولت یا افراد امنیت یک کشور میبینن داره جرم میکنه، کارش نداره، میگه بذار هنوز به اوج جرم برسد بعدا دستگیرش میکنند که دیگه جرمش 100% باشه. لذا این میره این گناه را میکنه، اون جرم را میکنه، اون کار اشتباه را میکنه، تا اینکه به هر حال به جای باریکی میرسه الان دستگیرش میکنند. اینطوره در دنیا نه؟ خدای عزوجل مهلت خدا هم همچنین است. کفر خوشحاله که پول خرج میکنه، مسلمانان را به تانک و توپ بسته. الله می فرماید که فکر نکنه این کفار، این مشرکان، که انما نملی لهم، مهلت ما برای آنان خیر لانفسهم، به نفعشون هست، برای انفسشان بهتر است. نه، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما مهلت میدهیم آنها را لیزدادوا اثما، تا گناهشون بیشتر بشه، به دلیل عمر زیاد، مهلت زیاد، خونریزی زیاد، طغیان زیاد. ولهم عذاب مهین، حجت خدا بر آنها تمام بشه. ولهم عذاب مهین، در آخرت عذابی ذلت بار، رسوا کننده خواهند داشت. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور
بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين،